دیگه دستمال رو نیست چیکار آب رفت تو لپتاپ حروم چیه نگاه برو چی هر کس حساب بانکی، اینترنت بانک یا هر گونه ابزار پرداخت خود را جهت ارتکاب اعمال مجرمانه شرط‌بندی بخت آزمایی قمار در اختیار مرتکبین قرار داده و یا به آنها اجاره دهد به عنوان معاون در جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرد. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوم قضاییه